سلام تماشابینان شبکه اگروتک جی، با شما من یوسف عزیزوف. امروز ما باز هم درباره تاریخ شهر دوشنبه با هم صحبت میکنیم و یادآور میشوم که این نوار قسم چهارم است و 3 قسم دیگر را میتوانید در کانال تماشا کنید. اینک این منطقه یعنی منطقه تاجیکستان امروزه در آن روزها به یک خرابازار تبدیل یافته بود. حکومت آن وقت برای رشد دهات، دهقانان و سوداگران انداز امتیازناک برای 2 سال پیش بینی کرد تا که اقتصادیات و پیش حرکت کند. موضعهای پشت مرکزی و گید اطراف آن حاضر کوچه عینی اپرا بالت برای دروی الاف برای ارمیای سرخ استفاده می شد. انداز یگانه برای خواجه قشلاق معین کرده شد که به مقدار انداز امارت جمع کرده قیاس می شد. چنانچه اندازچینان امیر بخارا به فایده امیر همه سال 2,530,000 روبل بغیر از دیگر اندازها از بخارای شرقی جمع آوری می‌کردند و به سر هر یک آدم 12 روبل را تشکیل می‌داد. این چنین باج گمرکی از هر شتر، اسب و خری که به شهر داخل شده رویانیده می‌شد. از دهقانان از 10 پود 1 پود گندم، از 40 حیوان 1 حیوان انداز گرفته می‌شد و این را اوشر می‌گفتند و تا حاضر هم بعضی‌ها این کلمه را استفاده می‌برند. و این حال به زندگی مردم تاثیر بدی خود را رسانیده بود. 12 آگوست سال 1924 در دوشنبه یکمین گازت به نام آواز شرق با زبان عربی چاپ کرده شد. متاسفانه یکم دانه از این گازت تا امروز حفظ نشده است. یکمین محررش لاهوتی و حروفچینش گیف‌الله انتخاب شده بودند که این گازت با تیراژ 1000 دانه با نام ایدی تاجیک، بعد با نام تاجیکستان سرخ و بعدتر تاجیکستان سوویتی به نشر برآمد. روز دیگری فراموش نشونده برای دوشنبه روز 3 سپتامبر سال 1924 به حساب می رود. این روز در دوشنبه یکمین سمالیات در دشت‌های نزدیکی قشلاق حاضره از بانک ملی اپرا بالت تا پشت مرکزی فرود آمد که مردمی نه تنها دوشنبه بلکه قشلاق‌های نزدیک را به حیرت آورد. پرواز را شرکت راسیگی دبرلیات به عمل آورد. با این پرواز خط‌سیر دوشنبه بخارا گشوده شد. آخر سال 1924 خط‌سیر دیگر دوشنبه تاشکند گشوده شد و 10 ساعت این پرواز دوام میکرد. ساختمان ایمارت‌ها با سرعت دوام میکرد. کارگران از لای خشت تیار میکردند، دیوارها را راست میکردند. دیگر مسائل به مانند سمنت، آهک، میخ و چوب با واسطه آب و ترمیز آورده از آنجا به دوشنبه آورده میشد که نسبت استانسیای کاگون خیلی نزدیک بود. روی آهن تا کاگون آورده شده، بعد از آنجا مساله ها با واسطه اشترها از 6 تا 8 روز به دوشنبه می رسید. چوب ها با واسطه اشترها کشیده می شد که بعضی وقتها در راه باسمچی ها مساله ها را آتش می زدند. کارمار را میلیسیونرها پاسمانی می کردند. آخر سال 1923 در دوشنبه نقطه برقیه تلگراف پونکت گشوده شد. سال 1924 شعبه های علاقه گشوده شدند که 7 نفر کارگر آنجا کار میکرد. به هر گوشه مملکت مکتوب ها فرستانده و قبول کرده میشد و خودی همین سال گازت و مکتوب ها خانه به خانه تقسیم شد از حسابات شعبه کمونالی رفکام. در حدود ریسپوبلیک اتونومی تاجیکستان ولایت های کولاب، غرب، دوشنبه، سری آسیا، روتپا، پنجکند، تومانی قرطاق، پامیر و بدخشان کوهی داخل شدند. آن وقت پامیر 2 قسم بود. در نوار قسم یکم و دیوم در این باره گفته شده بود. وقتی آن رسیده بود که مرکز جمهوری معین کرده شود، بسیاری به آن عقیده بودند که خوجند مرکز اعلان شود، چون که شهر قدیمه است. خلق خوجند را شهر مقدس می داند. صنعت ترقی کرده است و به روسیه نزدیک است. ولی اگر خوجند پایتخت می شد، جنوب مملکت باز مثل پیشتر از نظر دور می ماند. گروه تومان قرطاق را تکلیف پایتخت کردن داشتند، ولی عقل سالم غلبه کرد و تکلیف شد که پایتخت باید شهر از نو ساخته شود و در چهارراه که همه حدود مملکت را با هم پیوست میکند ساخته شود و انتخاب خوشبختانه به شهر دوشنبه افتاد. عالمان اثبات کردند که موقع جایگیر شوی دوشنبه از آن بسیار موافق است که در پایان کوههای ورزاب جایگیر بوده. تابستان شمال فارم ورزاب شهر را ساقین و زمستان شمال فیض‌آباد خنوکی را برده شهر را گرم میکند. ریسپوبلیک اتونومی تاجیکستان در وقت تشکیل یابی در ماه اکتبر 1924 9 ولایت در بر می‌گرفت. ولایت دوشنبه که مرکزش نیم شهر و نیم قشلاق دوشنبه به حساب رفته، در آن آخر ماه اکتبر سال 1924
همگی 42 خانه نیمویران لوین وجود داشت که همگی 242 نفر زندگانی میکرد. در اول تشکیل ریسپوبلیک اتونومی رهبری تاجیکستان در تشکیل ایستاده رهبری مملکت را میکردند. بیوروی پارتیوی ریسپوبلیک اتونومی تاجیکستان شهر تاشکند نوامبر 1924 با کنتور پشت و تلگرافی تاشکند. ریوکوم ریسپوبلیک اتونومی تاجیکستان به شما معلوم میکند که فعالیت خود را آغاز کرده موقتا در سراغ شهر تاشکند کوچه لرمونتوف 11 قرار دارد و خواهش میکند که همه مکتوب ها و برقیه ها را به این سراغ روان کنید. جانشین کاتب تاجیکستان ناصیروف. چندین مراتب سفارش رفتن اعضای حکومت به دوشنبه داده شد و با هر گونه سبب رفتنشان مفقود مانده میشد و اینک 6 ینوری سال 1925 تلگرام تاشکند موحیدینوو ریوکوم تاجیکستان سوالوف دادابویف یارمحمدوف 6 ینوری به گذر سفر می نماییم و از آنجا 8 ینوری به دوشنبه رهسپار می گردیم. در کلون یکم ریوکوم در هیئت 100 نفر کارمندان 50 حرابه بار کلون دوم از بخارا به گذر روان شد. از آنجا 16 ینوری به دوشنبه روان می شود. هیئت حکومت از کوگان با سمالیات به دوشنبه پرواز می کنند. آخر ینوری سال 1925 همه خدمتچیان دولتی به دوشنبه رسیدند. چقدر که شاهدان یاد می‌دهند وقتی که آنها به دوشنبه رسیدند به دهشت افتادند و سببش خانه‌های لاینی پست نبودن راه فقط در نزد بازار که حاضر چایخانه راحت شبانه یک چراغ کیروسینی می‌سوخت و خلاص. آمدگان در سرایخانه‌ها خانه‌های لاین نوساخته جای شدند. کوچه‌ها هم لای خنوکی و گشنکی حکم فرما بود. نقشه گنرالی وجود نداشت. در همه جا تپه‌های و جویبارها بود و خلاص. حالا تصور کردن بسیار مشکل است که سیمای دوشنبه در اون روزها چگونه بود. کوچه‌های گشاده و خیابان‌های مرکزی آن روزها نبودند. یک راه خاکی میده که از دانشگاه آموزگاری تا پشت مرکزی آن وقتی این عمارت‌ها وجود نداشت جای نشستی سمالیات‌ها به حساب می‌رفت. همین طور سال 1924 دوشنبه شهر اعلام کرده شد. همچون پایتخت ریسپوبلیک اتونومی سوویت سوسیالیستی تاجیکستان در خریطه جهان پیدا شده یکمین کوچه مرکزی با نام سویتسکایا که با واسطه دست با یاری بیل و کرکی با درازی 3 کیلومتر از بازار تا خانه روس ساخته شد. کارهای ساختمانی در پایتخت جوش میزد. برای ساختمان مردمی زیاد جمع آمده بودند که هر زمان خف سر زدن هر گونه کسلی‌های سرایتی اپیدمی به وجود می آمد و اساساً کسلی‌های دیزنتری، شکم‌درد و مالاریا تبلرزه تیز رخ میداد. سبب‌های سر زدن این کسلی‌ها حوض‌ها برای گرفتن آب برای آبیاری و حوض‌های سونی در اطراف شهر دوشنبه که در آنجا خاموشک‌های زیاد زندگانی می‌کردند و پهن کننده هر گونه کسلی بودند می‌گردیدند. سبب دیگر این حالت آنتی سانیتری موضع برای ذبح حیوان برای قصابان بود که در گوشه شهر حاضر تئاتر لاهوتی پیش خانه راحت آن وقت کنار شهر به حساب می‌رفت حساب می‌شد. قصابان حیوانات را ضبط کرده شکم و قسم‌های نالازم را می‌پرتافتند که این قسم‌ها بوی می‌گرفتند و سگان به هر طرف آن را می‌کشانیدند. دسته‌های شکست خورده باسمچیان با گروه‌های نسبتاً خرد تبدیل یافته در گرد اطراف غارتگری می‌کردند. از جمله دسته‌های عبدالرحمن، غیور، بوشجیلان، علوی‌دین، پهلوان، دورمنقول و دسته‌های کلان ابراهیم بیگ و فضیل مقسوم. با جمهوری نو تأسیس متخصصان ساحه‌ها از جمله معارف، تندرستی، حربی، خلاص در همه ساحه‌ها متخصصان محلی نمی‌رسیدند. حالا در بسیار جای‌ها می‌شنویم که آدمان می‌گویند که راهبران پیشینه تاجیکستان برای تاجیکستان هیچ کار نکردند، ولی چنانه که در قسم 1 تا 3 گفته بودیم، حالی که در آن در بخارای شرقی یعنی تاجیکستان حاضره داشت بسیار وزین بود. امیر برای آبادی این منطقه یگان کار نمی‌کرد. این موضع‌ها از یاد همه فراموش شده بود. املاکداران همه خویش تبار امیر از بخارا بودند و فقط ملک را غارت می‌کردند و برای امیر از مردم بیچاره اندازهای دندان شکن جمع آوری می‌کردند و امیر را پروای این گوشه نبود و حتی کسی از دیگر کشورها به اجازه رسمی امیر به این گوشه‌ها سفر کردن نمی‌توانست. مردم سراسر بی‌سواد بودند و راهبران آن وقته تاجیک را بسیار کار دشوار یعنی ساختن دولت با مردمی که از یگام چیز خبر نداشت راست آمده بود. تا این وقت یگام مؤسسه طبی در جمهوری وجود نداشت. مردم برای طبابت به نزد طبیبان و ملاها می رفتند
که آنها نه همه کسل‌ها را تبابت کرده می‌توانستند. حکومت نو با همراهی خود از تاشکند 19 ورچ و 29 کارمند طبی آورد. یکی از پرابلم‌های دیگر شهر نوتأسیس دوشنبه وجود داشتن در نزدیکی قشلاق مولانا نه آنقدر دورتر از دوشنبه قشلاق غریبخان. ممکن است که کلانسالان این را یاد داشتند و در این قشلاق کسلی‌های پرکژانی یعنی بیماران پردهشت پوست زندگانی می‌کردند به حساب می‌رفت. آنها می‌توانستند در هر جا گشت و گذار کنند ولی به خانه آدمان در آمدنشان قطعاً منع بود. برای این کار برای آنها حکم قتل اعلان شده بود و آنها وظیفه‌دار بودند که هر جا روند حتما زنگوله می‌زدند و هرگاه از هر کجای آواز این زنگوله می‌برآمد در یک لحظه از آنجا از آدمان خالی می‌گشت. مردم به هر طرف می‌گریختند. اگر از مردم کسی دچار این کسل می‌گشت او را حتما به این قشلاق آورده می‌پرتافتند. کسی این کسل را تبابت کردن نمی‌توانست. در وقت دیدن کردن از این قشلاق 1 اپریل سال 1925 در این قشلاق 7 خانه لاین فرسوده وجود داشت که در آن 7 عائله زندگانی میکرد و اهالیش را 27 نفر از این 8 نفر مرد 12 نفر زن و 7 کودک تشکیل میداد. حالت زندگی این مردم بسیار قشاقانه بود. لباسهایشان همه دریده بودند. همگی یک خر داشتند و خلاص. آنها از حساب تلبندگی زندگانی میکردند. این گونه قشلاق‌ها با این کسلی‌ها در تمام دنیا آن وقت وجود داشت. حالا باشد این قشلاق به خاک یکسان شده در آن کوچه‌های شهر قامت راست کرده است و به یاد کسی هم نمی‌رسد. تاریخ این است که مثل زیادش فراموش می‌شود. از حسابات نرکومزدرف با این بیماران یگان یاری طبی رسانیده نمی‌شود. آنها بسیار فقیرانه زندگانی می‌کنند. تکلیف می‌کنیم که برای خواجگی با اینها زمین جدا کرده شود و این چنین به آنها برای کارکردی زمین آلات‌های کاری داده شود. در قشلاق حالت فوق‌العاده اعلان شود و در آمدن و برآمدن منع شده بیماران تبابت کرده شوند. در چند مجلس رفقام شهر دوشنبه این مسئله برداشته شد و ماه ایون حل خود را یافت. وقتی که تاریخ دوشنبه را ورا می‌کنیم در آنجا حتما نام پتوفسکی بسیار وامی خورد و من کمی درباره این شخص می‌خواهم به شما نقل کنم. چسلاو پتوفسکی ملتش پولیاک بوده در تاریخ رولوسیای سوسیالیستی اکتبر با سرداری لنین یکی از شخصان کلیدی به حساب می رود. او یکی از رزویدکچی پرمهارت دنیا شناخته شده است. چنانکه که تاریخ نویسان می نویسند مردی بسیار جسور، دانا و با عقل بوده است. او گپ زدن می توانسته است و قابلیت بزرگی با باوری آدمان در آمدن را داشته است. او شخصی بسیار غیر و ناترس بوده است. با سرداری او دسته های سلیم پاشا، فوزر مقسوم، علی مردان، دسته دادخواه، براد بک، عثمان قل بک شکست داده شده دسته ابراهیم بک به برجوان فرار کرده است. با فرمان او صدها آدمان بیگناه و با گناه پرانده شده است. خبر ناگهانی وفات پتوفسکی مردم را آن روزها حیرت زده کرده بود. به نشان حکومت تاجیکستان از حکومت SSR برقیه تسلیت وارد گشته بود. چنانکه در خبرهای گازته‌های آن وقت آمده بود پتوفسکی در وقت واخوری با مردم قشلاق نزدیک دوشنبه 21 اپریل سال 1925 که بیگاهی بود با کارت زخمی شد 22 اپریل وفات کرد. روز 24 اپریل به خاک سپردن او در جمهوری روز ماتم اعلان کرده شد. او در این وقت همگی 38 سال داشت. سالهای زیاد سبب وفات او در ارشیوها مخفی نگاه داشته میشد و بعدتر معلوم شد که از طرف همخدمت خود از رشک به زنش پرانیده شده بوده است. پولیاک را در نیشابی که سابق نیشابی پتوفسکی نام داشت گور کرده می شود. اون وقتا این مکانی آن آباد و ویران بود. از حوض کمسمال راه طرف ایسار نشان نبود. فقط یک کپروک نیم ویرانه در دریای دوشنبین که بود که ایسار را با دوشنبه پیوست میکرد. باغ مرکزی دوشنبه با قرار شهرداری با نام او گذاشته شد. بعد چند سال با نام لنین نامش عوض کرده شد. خبر داده می شود که عائله‌اش با پسرش در لنینگراد زندگانی میکردند و پسرش در جنگ بزرگ وطنی کشته می شود و عائله‌اش به پولشا برای زندگانی می رود. سال 1967 در وقت جشن 40 سالگی رولوسیای اکتبر قبر او به نزدیکی ایستگاه کولی کمسمال کشانده می شود و در راه این کل نیم پیکره او گذاشته شده بود که ممکن است بسیاری از شما آن را دیده باشید. ولی سالهای 1990 این نیم پیکره از طرف شخصان نامعلوم به کانال پرتافته شده بود. بعدتر باز پیدا کرده در جایش ماننده شد و سال 2010 نیم پیکره گرفته شد و با دیگر جای کوچاندن قبر به یاد کسی نرسید و راهها وسیع کرده شد که قبر در زیر این راه ماند
از یادها فراموش شد. باز میخوایم یک معلومات دیگر که ممکن بسیاری ها ندونند به شما رسانم. از معلومات های تاریخی سال 1930 و 1933 در دوشنبه جیانی ولادیمیر ایلیچ لنین الکسی الکساندرویچ واسکریسنسکی کار و زندگانی کرده است. او وظیفه جانشین سرداری اپراولین خانجه قشلاق تاجیکستان را به عهده داشت. راستی فکت های تاریخی دوشنبه و تاجیکستان خیلی هم بسیارند. من نمیخوام شما را دلگیر نمایم و نقلم را در همین جا به آخر میرسانم. در وقت جستجوی حجت‌های تاریخی نظرم به یک حجت افتاد که چطور چکیست تاجیک خود را به دسته ابراهیم بیگ همچون جاسوس داخل کرده سایه ابراهیم بیگ میگردد و در شکست آن سهم خود را میگذارد. نقشه دارم در این باره نیز به شما معلومات پیشنهاد کنم. در آخر به کانال یک را تخت تیجی آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.